با من آماده شید بریم 24 ساعت خلافکار خفگیر شیم. برو بریم. آی 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 اره نکاییمه چون پلیدادا. ببین اینجا کف اکباتانیم. خب اول همه چی نیاز داریم اول همه بر تبکر شدن فیس تتو میخوایم. یه چند تا بریم تتو پیدا کنیم بیایم. تتو پیدا نکردیم، تتو موقت. یهو حاجی تتو آرتیست داریم. حاجی تتو آرتیست هم دستشو بگیر. اوه گنگش. من آقا با خودکار اومدیم بکشیم. بله. بدین تتو بکشیم. تتو آرتیست آقا بیا اینجا با من بیا اینجا. بیا بکش رو صورتم. یه دونه ناموسا ببین ترپ میکشم برات. صلیب بکش. صلیب دیگه. ایش نمیکشه خودکاره. صورت هم چربه حاجی. خودکاره چقدر بکش داداش. دقته آقای تتو آرتیست با خودکار داره اینو میکشه. تو عبدالعباد 500 تا هم میدادی میکشیدن دیگه. همین خفن شده. بکش این برام بکش. پیشونی نه پیشونی زای است. پیشونی قلب بکش. قلب یه قلبی که خط تیر. حاجی تتو دستگاه تتو افتاد. بکش 500 میلیون زده. قلب آی همین اون کونه. همین اون کونه بریم کش. ببین چقدر صورت چربه پسر کی صورتم. واه یه چیز بکش روش. یه تیرکمون بکش روش. تیرکمون توشه؟ تیر آره. خب بریم. خب ببین وایس بیا اینجا تتو دست از چی بکشم؟ یه سه بزرگ مادر وایسا. سلطان قلب مادر. حاجی اینجا بنویس مادر. بنویس مادر. وای بکش. بابا خودکارت نمیکشه. چربه. بکش. وای چربه چه؟ درد داره امیر. درد داره درک. ولم نمیکنم تو نکشم. بکش. استراب اجتماعی. حاجی یه چیزی درست تمیز بکش امیر. یکی ببینه فکر کنه تتو آرتیستمون مثلا تویی. حاجی تتو آرتیستمون چیزا. بکش امیر. تتو عادی دارین تتو آرتیست. بکش. آروم بکشی میکشه. عشق ابدی بنویس. حاجی من چجوری بعد از این بعد برم باشگاه؟ برم باشگاه؟ 3 تا نقطه. بگی دریای غم مادر ندارد. اینجا بکش. اینجا بنویس. چشم سوم بگی. آقا تتوامون کامل شد. بگی تتو رو بگی. اوه بگی. عشق ابدی. عشق. اینجا رو بگیر. دریای غم مادر ندارد. اشتباه نوشتیم ولی خب اینجا رو بگیر. اینجا چی نوشتی؟ اینجا صلیبه؟ صلیب داره. برو بریم آقا همین کامله. برو بریم. یه دست چی بگیریم. حاجی آقایان چرا بنفشه حاجی بی قیافه ما ببینم. وای حاجی این چیه؟ نه حاجی کمه. آقا تتوام باید در صورت بیشتر باشه. یه امضا اینجا میخوام. امضای کار آقا تتو آرتیست. امضای کار تتو آرتیست. بیا یا آدیداس اینجا بکش. آدیداس نایک بده. از رضایت مشتری رو بگیر. آقا کار عالی در اومده. فقط این داره آقا گرفت چون آقا غیر از اون ما دیگه به چی نیاز داریم؟ صدامون رو درست کنیم. صدا باید لاتی باشه داداش. به زمان مادرم تا لاتی حرف نزنی درست نمیشه. زمان من عشق لاتی همین تا ابدم همین. برو بریم آقا صدامون رو که درست کردیم، لباسامون هم که درست کردیم، خب نیاز به چه داریم؟ نیاز به این داریم شلوارمون رو درست کنیم. آقا ادیتور اینو بگیر. آقا شلوار به زمان مادرم باید بیاد پایین. اصلا نمیادش پایین. یه دقیقه باید بگرتون راجع به انگلیسیه عالی. نامخون طرف داره. بگی ببین الان تازه لاتی شد. شلوار کاغان. خب
تازه الان لاتی شده. الان دیگه چی نیاز داریم؟ باید بریم یه 2 نفر رو خف کنیم. جان مادر بیاریم. آقا تتوها رو یه دونه ترمیم می‌کنیم. کی نه خوبه. دوستان منو از دست این دوتا نجات بدید ناموسن. حاجی این ویدیو رو لایک کنید، ساب کنید، اون دوتا اسکل هم نگاه کنید پیش هم وایستادن. بریم برای ادامه ویدیو. یه ترانزیشن خفن. این دیوونه ها رو نگاه کنید ناموسن. منو با اینا تنها نذارید ناموسن حاجی. چالش وسط ویدیو. آقا بیا 10 تاشون رو بزنی گیم. 10 تاشون رو بزنی گیم. حاجی به نظر این اسکوله رو چیا نیاز داره دیگه؟ استایلشو داره، لاتیش بودنشو داره، عشق لاتی هم داره، فقط یه ذات داره که اونم میخواد. واه شلوار رو بگی. حاجی زیپم بزن. حاجی لاتی پره. لاتیش پاره. اون حلبی پشتم بگی جای قمصو. آقا لاتیمون پر شد، بریم خیابون ببندیم. تتوش که کامل شد. تتو کامل. استعدادش هم که درست شد. خب استایلش هم که درست شد. خب دیگه کامله دیگه. خب فقط چی مونده؟ ذاتش که اونم ذاتشو داریم نداشت. عشقشه که داشته باشید دیگه تمومه. خدا میسپارم. من برم با لاتیم عشق کنم، برم خیابون ببندم. گود بای. boy, 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 boy,